به نام خدا. اگر به شما عزیزان عرض کنم که همه شما نقاشی با پاستل رو تجربه کردید، شاید کمی تعجب کنید، ولی واقعا همینطوره. اگر برگردیم یک کمی دورتر، میبینیم که همه ما یه روزی پای تخت سیاه کلاسمون وایسادیم و با گچ‌های رنگی روی تخت سیاه کلاس طرح‌ها و نقاشی‌ها و فرم‌هایی رو کشیدیم. تو این برنامه ما در نظر داریم به شما بگیم که چطور میشه با همون گچ‌های ساده تابلوهای زیبا و بدیعی رو به وجود آورد. همون گچ‌های ساده در واقع یکی از ابزارهای نقاشی که ما به عنوان پاستل میشناسیم. پاستل انواع مختلفی داره: پاستل هارد یا اصطلاحاً سخت و پاستل‌های سافت یا نرم. تو این مجموعه بیشتر از پاستل‌های نرم استفاده می‌کنیم که قابلیت ویژه‌ای داره تو ترکیبات رنگ و تکسچرها و بافت‌هایی که به وجود میان. مقوایی که توی کارمون ما استفاده می‌کنیم مقوای مخصوص پاستل هست که رنگ‌های مختلف و متنوعی داره که با توجه به سوژه‌ها و طرح‌هایی که برای تابلوهامون در نظر می‌گیریم نوع مقوا و رنگ مقوا رو انتخاب می‌کنیم. در خلال برنامه بیشتر براتون توضیح میدم که چطور میتونیم از این ابزارها برای کشیدن یه تابلو زیبا استفاده کنیم. با من همراه باشید. خب، برای شروع کارمون اول یه طراحی خطوط محیطی از اون فضایی که می‌خوایم رو انجام میدیم. من برای اینکه وقتمون کم نیاد حدودها رو مشخص کردم، ولی شما میتونید با محو کن یا با خود پاستل با رنگ‌های خیلی ملایم که خیلی تو رنگ‌هامون تأثیر نذاره طراحی اون فضا رو انجام بدیم. محل قرار گرفتن سوژه ها رو مشخص کنیم، حدودها رو مشخص کنیم و بعد شروع کنیم به مرحله‌ای که می‌خوایم زیر رنگمون رو روی کار بزنیم. از پلان دور شروع می‌کنیم، از رنگ‌های حد وسط رنگ‌ها رو می‌زنیم و می‌ریم جلو. توی این منظره من بیشتر مد نظرم بافت کوه‌ها بود. خواستم تکنیکش و نوع بافت‌هایی که برای کشیدن کوه‌های پلان‌های دور استفاده میشه رو توضیح بدم خدمتتون. زمانی که ما به صورت زنده از طبیعت داریم کار می‌کنیم، رنگ‌ها رو خیلی دقیق‌تر و واضح‌تر و شفاف‌تر از زمانی که از روی عکس کار میشه به طبیعت می‌بینیم. سعی کنید رنگ‌هایی که می‌بینید تشخیص بدید و نزدیک به اون رنگ یا خود همون رنگ رو اگر میتونید سر جای خودش قرار بدید. شفافیت رنگ تو زیبایی تابلوها بسیار نقش مهمی رو ایفا میکنه. خصوصا تو تکنیک پاستل رنگ‌ها خیلی زود چرک و کثیف میشه اصطلاحاً. برای اینکه رنگ‌هامون چرک و کثیف نشه، سعی می‌کنیم از رنگ‌ها و ترکیبات بسیار محدودتری استفاده کنیم. زمانی که ما رنگ روغن کار می‌کنیم، تو رنگ روغن این اتفاق کمتر میفته. رنگ‌ها خیلی دیرتر چرک میشه، اما توی پاستل این اتفاق خیلی زود میفته و رنگ‌ها اگر مواظب نباشیم خیلی زود چرک میشه. همونجور که گفتم تو برنامه‌های گذشته، جرمیت رنگ اهمیت بسیار زیادی برای ما داره. سعی کنید اینها رو تجربه کنید. برای زدن زیر رنگ هر قسمت رنگ‌های غالب اون فضا رو انتخاب می‌کنیم و روی کار می‌ذاریم. از اینکه تازه پاستل رو شروع کردن، برای اینکه کارشون چرک نشه و رنگ‌ها رو بتونن مسلط‌تر ترکیب کنن، میتونن یه کاغذ تست کنار کارشون بذارن و رنگ‌ها رو قبل از اینکه رو کار اصلی بذارن روی اون کاغذ تست کنن.
خب یه مقدار اینها رو میتونیم بافتاش رو کمتر کنیم، محوتر کنیم تا رنگ‌های بعدی رو روی این قسمت اضافه کنیم. رنگ‌های خاکستری روی رنگ‌های شفاف جلوه و نمود بیشتری داره. به همین خاطر اگر قسمت‌هایی رو نیاز هست که رنگ‌های خاکستری‌های رنگی به کار ببرید، میتونید قسمت زیر رنگ رو یه رنگ شفاف به کار ببرید و روی اون رنگ‌های خاکستری که مد نظر هست رو به کار اضافه کنید. قسمت‌هایی پیش میاد که ما نیاز داریم که جرمیت رنگ رو کارمون زیاد نباشه، اما یه بیس اولیه‌ای رو زیر کارمون نیاز داریم. شما میتونید از دستمال کاغذی یا پنبه برای محو کردن اون قسمت استفاده کنید تا آماده بشه برای رنگ‌های بعدی که می‌خوایم رو اون قسمت بیاریم. به این شکل. این توضیح هم خدمتتون بگم که خودتون رو عادت بدید رنگ‌ها، کل کار رو رنگ‌هاش رو همزمان بزنید، زیر رنگ رو کامل کنید، بعد برید مرحله بعدی. بعضی دوستان هستن که شیوهی کار میکنن که از انتهای کار یا حالا از گوشه های کار از یه قسمت شروع میکنن، کار رو تموم میکنن و میرن قسمت های بعدی. من خودم شخصا از این شیوه استفاده نمیکنم، بیشتر به این دلیل که وقتی شما همزمان کل کار رو با هم پیش میبرید، از نظر اکسپرسیوی و احساسی کار خیلی یک دست‌تر و تاثیرگذارتر میشه. به همین خاطر توصیه میکنم که عادت بدید خودتون رو بتونید کل کار رو همزمان با هم پیش ببرید. تو این حالت هستش که کار خیلی هارمونی و هماهنگی بیشتری پیدا میکنه. تو درختایی که برای پلان‌های دور انتخاب میکنیم، همونطور که تو تصویرم میبینید، یه بافت خاصی داره که اون بافت رو خیلی لزومی نداره ما بشینیم و دونه دونه برگ درخت رو نشون بدیم. میتونیم با بافتی که با پهنای پاستل به وجود میاریم و خود کاغذ تکسچری که به وجود میاره، بافتی که به وجود میاره، همون بافت رو حفظ کنیم. تنها چیزی که ما موقع کار باید بهش توجه کنیم طراحی درخت هاست. اون فضایی که اطراف درخت ها برای نشون دادن جنسیت اون درخت ها لازم هست رو ما باید توجه بیشتری بهش بکنیم. الان میبینید که بدون اینکه من حتی جزئیات زیادی رو به کار اضافه کنم، ناخودآگاه بافت درخت ها رو شما حس میکنید، با اینکه فقط زیر رنگ زده میشه. حالا ما چون فرصتمون محدود هست، خیلی به جزئیات این درخت ها نمیتونیم بپردازیم، اما شما میتونید وقت بیشتری بذارید و طراحی ها و جزئیات بیشتری رو تو درخت ها نشون بدید. پلان های دور رنگ ها کمی سردتر میشه و بافت هاش هم یه مقدار محوتر. از همون ابتدا ما زیر رنگ ها رو دقیقا جای خودش میزنیم. یه نکته که خیلی تو پاستل مهمه اینه که شما وقتی، باز برمیگردم به تکنیک رنگ روغن، شما وقتی دارید رنگ روغن کار میکنید میتونید قسمت های مختلف رو یه رنگ کلی بزنید و وقتی بوم کامل خوش شد روی اون رنگ های قبلی رنگ های جدید رو بزنید، بدون اینکه رنگ های قبلی رو رنگ های جدید تاثیر بذاره. اما تو پاستل این اتفاق نمیفته. شما هر بار که بخواید رنگتون رو تغییر بدید، رنگ جدیدی رو به کار اضافه کنید، رنگ‌های زیری روی رنگ‌های رویی که بعداً میزنیم تأثیر میذاره. به همین خاطر ما مجبوریم که زیر رنگ‌هامون رو هر قسمت رو دقیقاً رنگ خودش رو روی کار بذاریم تا بتونیم رنگ‌هایی که میخوایم رو خیلی شفاف و واضح توی کارمون داشته باشیم. ما توی سوژه هایی که انتخاب میکنیم تو طبیعت، خیلی وقتا این سوژه های خام هستش و نکته هایی داره که اون نکات باعث میشه که زیبایی کارمون از بین بره. قسمت های زائدی توی طبیعت هست که توی نقاشی ما میتونیم اونا رو حذف کنیم. تو تصویرم اگه ملاحظه بفرمایید یه تیر برقی وجود داره که جای خوبی از
تو کادر نیست، تو کمپوزیسیون ما خیلی جای قشنگی قرار نگرفته. به همین خاطر من این رو حذفش میکنم. ما همیشه تو نقاشی که از طبیعت میکشیم این کار رو انجام میدیم و شما هر چقدر بتونید با خلاقیت بیشتر قسمت‌هایی رو حذف کنید، قسمت‌هایی رو اضافه کنید. چه بسا پیش میاد یه دفعه شما دارید یه قسمتی رو کار میکنید، یه فرمی رو نیاز دارید، یه درختی رو نیاز دارید تو کارتون و تو تصویرتون نیست، میتونید سپایر برگردونید از جای دیگه اون فرم رو بگیرید و به کارتون اضافه کنید. مهم اون خلاقیتیه که تو ذهن شماست و از فکر شما میاد و باعث زیباتر شدن کارمون میشه. مهمترین مسئله اینه که ما بتونیم با کار ارتباط برقرار کنیم و از کارمون لذت ببریم. خیلی سخت نگیرید کار رو به خودتون. سعی کنید حتی اگر یه سوژه ساده هم هست باش ارتباط برقرار کنید و از کشیدنش لذت ببرید. رنگ‌هایی که دوست دارید رو تو کار بیارید. بیشتر ماها فکر می‌کنیم که نقاشی باید کاملا با قسمت آگاه ذهن ما صورت بگیره، در صورتی که تمام کارهایی که تو تاریخ هنر موندگار شده و جزء اثرهای جاودانه هستن، کارهایی هستن که از ناخودآگاه ذهن اون هنرمند زاییده شده و متولد شده. جهت حرکت پاستل باز خیلی مهمه تو کارمون. سعی کنید این جهت‌ها رو از تو دل خود طبیعت بکشید بیرون و تو کارتون استفاده کنید. وقتی دقیق‌تر نگاه کنیم خود طبیعت به ما میگه که پاستلمون رو باید کدوم جهت بکشیم و با چه مقدار فشار و چه بافتی رو به وجود بیاریم. البته این توضیح هم لازمه بدم که خب این اتفاقا خیلی سریع تو کار ما رخ نمیده. ما باید بارها و بارها تمرین کنیم، خطا کنیم تا بتونیم یه کار خوب رو ارائه بدیم. پس اگر کارتون هم خراب شد و اون نتیجه مطلوب حاصل نشد دلسرد نشید. ادامه بدید، سعی کنید این دفعه با یه فکر دیگه، با یه زاویه دید دیگه ای کارتون رو شروع کنید. اشکالات کارهای قبلیتون رو تو کارهای بعدی تکرار نکنید. واقعا وقتی شما دارید کار میکنید از زمان و مکان فارغ میشید. نقاشی جزو هنرهاییه که خیلی لازم نیست شما به مهارت خیلی بالایی برسید تا بتونید اون لذتی که من دارم راجبش صحبت میکنم رو لمس کنید. شاید تو موسیقی لازم باشه شما به مهارت خیلی زیادی برسید تا بتونید لذت زیادی از زدن ساز ببرید، اما تو نقاشی اینجوری نیست. شما میتونید از کشیدن 2 تا خط صاف کنار هم دیگه لذت ببرید، از کشیدن یه گل، یه میوه خیلی کوچیک. خب ما تو این مرحله زیررنگ کارمون تموم شد و همینجور که ملاحظه کردید تمام قسمت‌های کار رو زیررنگش رو زدیم، رنگ‌های بیس، رنگ‌های حد وسط رو زدیم. بعد از این مرحله میریم وارد مرحله دوم که نیم سایه ها و سایه ها و جزئیات بیشتر رو به کار اضافه میکنیم. بعد نیست وقتی کار به این مرحله میرسه از دور بریم کارمون رو ببینیم، قسمت های مختلف رو با هم بالانس کنیم، بررسی کنیم میزان کنتراست های تاریکی روشنی، کمپوزیسیون کارمون رو، اگر جایی نیاز به اصلاح هست این اصلاحات رو انجام بدیم و بعد بریم وارد مرحله بعدی بشیم. یکی از راه‌های ترکیب رنگ توی پاستل هم باز هم تو که قبلا گفتم میتونیم به این شکل با محو کن رنگ‌های مختلف رو با هم ترکیب کنیم و رنگ سومی رو به وجود بیاریم که اون رنگ یه رنگ ترکیبی از این رنگ‌هایی که در اختیار داریم. خب شروع میکنیم با محو کن از پلان‌های دورمون نیم سایه ها رو روی کار اضافه میکنیم. اگر جاهایی احساس میکنید بافت باعث زیبایی کارتون شده اون بافت ها رو حفظ کنید. اگر فکر میکنید قسمت هایی هست که بافت زیاده میشه اون بافت ها رو یه مقدار کم کرد.
اگه دقت داشته باشید در واقع یه جور کار ما خیلی به طراحی وابسته است. الان حرکت هایی رو که من دارم توی کار میذارم در واقع یه جور طراحی دارم من میکنم. به همین خاطر شما اگر میخواید که نقاشی خوبی رو اجرا کنید و نقص کمتری توش باشه، حتما باید طراحیتون کامل و بی‌نقص بشه. احیانا اگر دوستانی هستن که طراحیاشون اشکالات کوچیکی داره، میتونن قبل از اینکه با رنگ شروع کنن به کار این اشکالات رو برطرف کنن و با تسلط کامل بیان سراغ رنگ. هرچی میایم جلوتر تضاد تاریکی ها و روشنی هامون بیشتر میشه و همین تضادها ایجاد یه پرسپکتیو و یه عمقی رو توی تابلو ما میکنه. این نکته‌ای که خیلی نکته مهمی هست راجع به کارهای حالا هنری میشه توضیح داد، این نکته است که تا اونجا که امکان داره ما باید بتونیم تنوع توی بافت، توی رنگ، توی فرم، جنسیت‌های مختلف رو توی کارهامون داشته باشیم. هر چقدر تنوع کارهای ما بیشتر باشه، کارهای ما خیلی تأثیرگذارتر و جذابیت بیشتری پیدا میکنه و بینندگان ازش لذت بیشتری میبرن. سعی کنید تا اونجایی که میتونید تنوع زیادی تو کارتون بیارید. اگر طبیعت رو دقیق نگاه کنید میبینید که فرم هایی که تو طبیعت وجود داره هیچ کدومش فرم های شبیه به هم نیست. کاملا فرم های غیر همشکل و فرم های متفاوتی داره که این فرم های متفاوت رو وقتی ما تو کارهامون میاریم تابلوهامون خیلی رئالتر، واقعی‌تر به نظر میاد. اگر جایی رو احساس میکنید که محو کنتون رنگ زیادی نمیده و شما نیاز دارید که رنگ بیشتری رو توی کارتون بیارید، میتونید از خود پاستل استفاده کنید و بعد روی اون قسمت ها رو با محو کن دوباره محوش کنید. یادمون نره پلان‌های دور رنگ بنفش تو پلان‌های دور بسیار زیاد به چشم میاد و این به خاطر رنگ اتمسفر و اون جویه که توی فضا وجود داره. پس ما هرچی از جلوی کار دورتر میشیم و به عمق تابلو نزدیک میشیم رنگ‌های بنفش رو بیشتر توی کارمون میاریم. ما خیلی جاها رنگ خود مقوامون رو به عنوان بخش‌های مهمی از کار استفاده می‌کنیم. یکی از دلایلی هم که مقواهای رنگ‌های مختلف رو برای کارمون استفاده می‌کنیم همین نکته هستش.
خب تو این مرحله ما زیررنگ رو زدیم، نیم سایه ها و سایه ها رو کامل کردیم. تقریبا میشه گفت به مراحل آخر کارمون نزدیک میشیم. تو این مرحله نورهای شدید، تیرگی های شدید رو به کار اضافه میکنیم که این نکات باعث میشه که کار ما خیلی سه‌بعدی تر به نظر برسه. سعی کنید حرکت هایی که میذارید خیلی مختصر باشه. با یک حرکت انبوه یک قسمت رو نشون بدید، بافت یک قسمت رو نشون بدید و لازمش هم خوب دیدن طبیعته. سعی کنید این فرم ها رو از دل طبیعت بکشید بیرون و تو کارتون نشون بدید. تنوع رنگی، رنگ های متنوع. قبل از اینکه نورهای نهایی رو بیایم توی کار بزنیم، حتما انبوه سازی های زیر کار رو کامل کنید، جوری که دیگه وقتی نور میذاریم دیگه نیاز به کار نباشه. ما دیگه بعدش نمیتونیم برگردیم باز جزئیات کار رو بیشتر کنیم. به همین خاطر از همون ابتدا حجم های کار رو نشون بدید که نورهای نهایی دیگه فقط یه کنتراست ایجاد کنه. می‌بینید که الان این نورها چقدر زنده تر میکنه کارمون رو و باعث میشه که پلن‌های جلو رو نزدیکتر احساس کنیم و اون بافت‌ها و رنگ‌های ملایمی که برای پلن‌های دور زده بودیم رو دورتر احساسش کنیم. میتونید از اون فضایی که کار میکنید تو طبیعت عکس بگیرید و بعد که کار رو میبرید منزل، اگر دوست داشتید میتونید جزئیات بیشتر رو از روی عکس ها روی کارهاتون اضافه کنید. یکی از چیزهایی که تو منظره کمک میکنه ما فضا رو بتونیم سه‌بعدی تر و پرسپکتیوش رو بیشتر نشون بدیم، حضور خط توی کار هاست. حالا این خط میتونه به بهونه‌های مختلف توی تابلو ما بیاد. مثلا میتونه لبه یه دیوار باشه یا لبه یه جاده باشه، لبه یه پرچین سنگ باشه که جاهای مختلف این رو ما توی کارمون نشون میدیم. جدا از این که ریتم تو کارمون به وجود میاره، باعث میشه که تنوع فرم و تنوع رنگ رو هم توی کارمون داشته باشیم. همه جای کار رو اسیر جزئیات نشید. اجازه بدید که ذهن بیننده این قسمت ها رو خودش بسازه. زمان کمی که ما تو طبیعت داریم خیلی نباید به جزئیات زیاد پرداخت. میتونیم خیلی از فضاها رو به صورت کلی و به صورت یه اشاره بگیم و رد شیم. این قسمت ها رو اگه توجه داشته باشید نورهاش یه مقدار سردتره، قسمت هایی که جلوی کار هست رنگ ها خیلی گرمتره و همین این باعث میشه که ما باز اینجاها رو یه مقدار جلوتر احساس کنیم.
خودتون رو محدود نکنید، تجربه کنید. شاید چه بسا که بتونید فرم ها و بافت هایی رو شما به دست بیارید که کسی دیگه تا حالا اونها رو تجربه نکرده. خودتون رو آزاد بذارید، دستتون رو آزاد بذارید، بذارید آزادانه دستتون حرکت کنه. و چیزی که باز تاکید میکنم لذت بردن از کاره. با کارتون ارتباط برقرار کنید و سعی کنید ازش لذت بیشتری ببرید. وقتی شما از تابلوتون لذت بیشتری ببرید، بیننده ها هم از دیدن تابلوهای شما لذت بیشتری خواهند برد. قبل از اینکه یه سوژه‌ای رو که تو طبیعت انتخاب میکنید کار کنید، چند لحظه بایستید نگاه کنید، ببینید کدوم قسمتاشو بیشتر خوشتون میاد، کدوم قسمت رو میتونید برای نقطه طلایی تابلوتون در نظر بگیرید. یه نکته دیگه هم که بیشتر دوستایی که تازه کارو شروع کردن باهاش درگیر میشن اینه که همیشه از من میپرسن که چه موقعی ما دست از کار بکشیم. همیشه فکر میکنیم که روی کارمون باز جا داره بیشتر کار کنیم. و چیزی که من همیشه بهشون میگم اینه که خود همین که کی از کار دست بکشیم خودش یه هنره. خیلی وقتی بیش از حد ما روی تابلوهامون کار میکنیم، بدتر رنگ‌ها و بافت‌ها رو از بین میبریم، رنگ‌ها رو چرک میکنیم و زیبایی اولیه کار رو از دست میدیم. و همین خاطر هر جا که احساس میکنید کار دیگه نیاز به کار بیشتر نداره، دست بکشید از کار. اگر احساس میکنید که میشه روی اون بیشتر وقت گذاشت و بیشتر کار کرد، میتونید روی کار دیگه از همون سوژه یه بار دیگه تجربه کنید و یه بار دیگه اون رو اجرا کنید. خب این کار ما هم به اتمام رسید و امیدوارم که از دیدن این برنامه بهره کافی رو برده باشید. از اینکه وقت ارزشمندتون رو به من دادید ازتون تشکر میکنم و شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.